یه کمی صبر داشته باشین رفقا. ما منتظر یکی از همکارامون هستیم. تا چند دقیقه دیگه حتما میرسه. تأخیرمون ببخشید، آخه کلید سلولم گم شده. شوخی نمیکنم، دارم جدی میگم رفقا. خب شروع میکنیم. چی میخوان؟ یا آهنگ قدیمی چطوره؟ به قول تیویات 3 2 1. خیلی عالیه مگه نه؟ بی نظیره، واقعا بی نظیر. صورتشو ببین، شونه هاشو، گردن گندشو نگاه کن. باورم نمیشه بالاخره پیداش کردی. این شباهت باور نکردنی. اینا رو تشویق کنه. ممنونم. خب چی میخوام واسهتون بزنم؟ فقط کافیه که بگی. میخوام با شما صحبت کنم. من این آهنگو نمیشناسم. نه آقای واندر، ما واقعا میخوایم باهاتون صحبت کنیم. جدی میگین؟ بچه‌ها یه چیزی قارش میش بزنیم بابا. 1 2 3 به قول خودمون بزنین دیگه بابا. بگیره بینم راجب چی. Mr. Wonder, you're our man. I think there's been some mistake, girls. Oh, please don't misunderstand me, Mr. Wonder. We are businessmen. We've come a long way to New Orleans to offer you a $1 million deal. اومدیم به شما یه قرارداد میلیونی پیشنهاد. من تازه از زندون در آمدم، چون یه موج زدم یارو نفله شد. یه نفرم کشتم به خاطر یه دلار. تا شب داشته باشید. خواهش میکنم اینو بگیرید. خواهش میکنم بشکنیدش آقای واندر. این دقیقاً $50,000. باز سرم گیجه. واه این چه بوی؟ آخ بوی پوله. وضعیت چه قراره؟ ما اجازه نداریم حرفی دربارش بزنیم. اینا رئیسمون بهتون میگه. البته اگه قبول کنین عالیه. 50,000 تا در حال حاضر مال شماست. چه کارو قبول بکنین چه نکنین. هیچ کس پول از شما پس نمیگیره. میخواستینم نمیتونستیم پس. خب نظرتون چیه آقای واندر؟ این ماجرا رو گم میده و وجود این من عاشق پولم. حتی اگه ماجراش پول گم بده. این کار عاقلانه نیست. فقط پرنده ها از این کارو میکنن. تازه برای این کار باید رو فرم باشی. کسی رو میشناسی که بهتر از من رو فرم باشه؟ امروز در بهترین شرایط ممکن هستم. حالا نشونت میدم. ببخشید آقا، میتونید بگید کجا میتونم آقای ونسو پیدا کنم؟ گفتن یه جایی همین طرفا. آره توی اون پرنده. دیدی موفق شدم. اون یارو کلامو برد. این دیگه چه احمقیه؟ این احمق آقای الیوت ونسه. هی مایک، کارم عالی بود نه؟ میتونی به نمایشش بذاریم. یه متصل سرپا میکنیم و من کلاشو برمیدارم.
هی چی شد مایک رفتی خونه؟ نه نیاز یه نفر بخواد باهات صحبت کنه دیگه خیلی مهمه. اون کیه؟ همون که کلاشو برداشتی. لطفاً بیسیمو بده جلو. آقای ونس من باید باهاتون صحبت کنم خیلی فوری. چرا فوری؟ من کلی وقت دارم. آقای ونس حتی اگه قرار بود $1,000,000 به جیبتون سرازیر بشه بازم عجله نمی‌کردین. چی شد؟ کی اشتباهی موج منو گرفته؟ الان یه چیزی درباره $1,000,000 شنیدم. موجها قاطی نشدن، شما کاملا درست فهمیدید. $50,000 متعلق به شماست، به شرطی که الان بیایید پایین. آقای ونس از آشناییتون خوشحالم. مثل که این کلاه شما قبلا مال من بود. داستان از این قراره. پیشنهادی داریم که اگه قبول کنین میتونین اسباب بازیتون رو کنار بگذارید. ولی پرواز با اونو خیلی اینم پیش پرداختتون. از دست بپرسم چه کاری باز به خاطر اینا بکنم؟ اینو رئیسم تو ملاقاتش بهتون اجازه نداریم دربارش با شما صحبت کنیم. حتما توقع دارین دروغاتون رو باور کنم. بله با توجه به اینکه 20 پاکت پر مثل این منتظرتون. باشه خیلی خوب باور میکنم. با اجازهتون من جلو میرم آقای واندر. بریم چیکار میکنیم؟ سلام، رئیس اینجاست؟ آره اما کار داره. رئیس از سایه میاد پلوتون. غذای توی هواپیما واقعا وحشتناک. موضوع تازه‌ای نیست، من فقط مرغ سفارش دادم. من الان حسابی گرسنمه. بعدم نمیاد یه غذایی بخورم. خب چقدر طولش میدم با رئیس بگو بهتر عجله کنم وگرنه من جوش میارم. فقط چند دقیقه آقای واندر الان جلسه دارن. تا چند دقیقه دیگه میاد خدمتتون. آخه خیلی خوبه. چی شده ها؟ منظورت از چی شده چیه؟ در زدی به ما. خب یه دره. آره در واسه باز کردن بیفاله. آسیاب بادی که نیستن. چی کار پیداست که دیوونه ای رفیق. ببینم اگه نفت کردی بهتره بری بیرون یه هوای تازه بخوری. چی بگم چی برو تو که میگم کفشات خیلی نوعه، مواظب باش دوز نبردش. الان کار دارم، فردا بعد از ظهر بیادم باغچه 2 چکت بزنم. یه اعصاب خراب کن اسمش. گوش کنین چی میگم بیشا خودما. شما اون چاقالو رو حتما خوب میشناسید. ببینم از بعد به تولد دیوونه بوده یا از وقتی انقدر ورم کرده. انگار تنت میخواره کوچولوی مرتنه. آقای واندر رئیس منتظرتونه. خب دیگه وقت شده بود. اگه میخواه خواهی تو به کشتم بدی فردا بیدم باغچه سرتو ببرنم. شما میتونین برین تو آقای ونس. منم برم تو با این خیکی بدقواره؟ خواهش میکنم بفرمایید. حساب کن ببینم بدقواره. اکسرم بیا تو. خب پس پولایی که گفتن کجاست؟ آره بد سوالی نبود. باورم نمیشه، جدی میگم. این عجیب ترین چیزیه که تا حالا دیدم.
منم همین فکر رو میکنم. ازتون ممنونم دوستان، کارتون عالی بود. ممنونم، دیگه کاری باتون ندارم، میتونید برید. بازم متشکرم. خواهش میکنم بشینید آقایون، فکر کنید اینجا خونه خودت. باشه فکر میکنم. شما نمیتونید تصورشو بکنید چقدر از دیدن شما در دفتر کار خودم. ممنونم. پولا چی میشه؟ هر دوتون با هم. اینا خواهرای دوقلو هستن. این خانم تاچره. یکی ندیمشه و یکی هم خدمتکارشه. آقایون باید دوباره تکرار کنم که به نظر من پیدا کردن شما دو نفر شاهکار مؤسسه ما بوده. پیدا کردن فقط یک نفرتون به اندازه کافی سخت بود، اما حالا هر دوتون رو چطوری بگم؟ یه طوری بگین دیگه. من میخوام بگم که این چطوری بگم، مثل رو با دهنتون کلماتی پیدا نمیکنم که باش خوشحالیمو بیان کنم. انگار همشون دیوونن. دلم میخواد بدونم قضیه از چه قراره. با اینکه قصه پولا چیه؟ در مورد اونم الان صحبت میکنم. خب پس شروع میکنم. اون اصلا قورتادا گفتم پای $1,000,000 در میاد. 1,000,000 هم واسه من. بله، البته به شرط اینکه مأموریت رو قبول کنید. بگیم پولا کجا؟ شما دوتا شاهدای زنده برای پدیده های غیر قابل درک. باشه، ولی بگیم پولا چی میشه؟ بله درسته. الان میریم سر اصل مطلب آقای بنده. حالا بهتر شد. سازمان ما تنها سازمان در دنیاست که تخصصش روی بدل هاست، البته بدل های منحصر به فرد. بدل دیگه چیه؟ کار ما گشتن و پیدا کردن افرادیه که چطور بگم که با اشخاص دیگه مثل سیبی باشن که از وسط نصف شده باشن. مثلا من بیمانندم، اما هستن کسانی که مثلا اینا آدمای معروف دنیا هستن، اونا ستاره. بله محشرم. اونا همه یه بدل دارن و کار ما پیدا کردن بدل اوناست. مثلا این خانم تاچره، میشناسیمه، و این یکی پاپه، جاکرشه، و این یکی هم که احتیاج به معرفی نداره. اون که همه میشناسن. راستی By the way, بدل پرزیدنت. نه یک کمدین بی‌نظیر سینما بود. یه کمدین؟ لئونید برژنف، و اینم روزولته. شاید ندونید که ما بدلای روزولت و چرچیل رو در اون زمان به یالتا فرستادیم. البته روس‌ها هم بدل استالین رو فرستاده بودن، اما هیچ کس اینجا از موضوع خبر نداشت. غربی‌ها فقط حسابی تعجب کردن که چرا استالین انقدر میخنده. اونا همشون بدل‌های بدون نقصی. خب بگید این همه درصد برای چیه؟ خیلی ساده، تا بتونن در یک زمان در دو محل باشن، قدمی کوچک در راه خدمت به بشریت. واقعا که محشره، ولی این بدلا رو از کجا پیدا از همه جای سیاره زمین. به همشون هم قول 1,000,000 میدی؟ این فقط در مورد شما صدق میکنه. صبر کنیم ببینم، من دیگه اینقدر احمق نیستم. یعنی میخوایم بگین یه جای این دنیا یه بدبخت دیگه با این قیافه وجود داره؟ بله، حتی یکم هست که کاملا شبیه شماست آقا. من که فکر نکنم جوون دیگه به زیبایی ما وجود داشته باشه. مسلما اون اسم دیگه غیر از اسم شما داره، اما در مورد مسائل ظاهری دیگه نه. بفرمایید نگاه کنید و خودتون قضاوت کنید. باور نکردنی، امکان نداره. اگه دقیقا مطمئن نبودم این خودم نیستم میگفتم که این من نیستم. این خودمه، همون وقا. و این کپی شماست آقای بنده. نگاه کنید. نگاهش کن ببین، این به این میگم وقا. نگاه کن. بله یادتون در مورد این اینا همون پول دارن. شما باید 7 روز جای اونها رو بگیرید. میخواد این مأموریت رو به عهده بگیرید؟ اونا چجور آدمایی هستن؟ اونا 2 تا پسرمو هن، 2 نفر از ثروتمندترین مردان دنیا. خانواده‌ای که اونا بهش تعلق دارن صاحب بزرگترین امپراتوری‌های اقتصادی هستند. اونا در برزیل زندگی میکنن. در برزیل. شما برزیل میشناسید آقای بنده؟ نه خیلی زیاد، بیشتر از روی پولش میشناسم. مزارع تنباکو و قهوه اونجا به اونا تعلق داره. اونا دام دارن، با میلیون‌ها رستام، معدن دارن، کشتی دارن، هتل، سوپرمارکت، معادن نقره، بانک و هزاران مراکز تفریحی. پس احتمالاً مشکلی با گذروندن وقت آزادشون ندارن، درست میگم؟ کاملا درست فهمیدید. خب میتونم روتون حساب کنم؟ چی میشه؟ خب کی باید شروع کنیم؟ فردا در ریو انتظار ما رو میکنه. دهنتو ببن بذار رئیس حرف بزنه. چی میگه پس؟ من یک کلمه حرف نزدم. آقایون محترم اجازه بدید معرفی کنم. وای خدای من چه شباهتی. این جای من حرف میزد. سرون عین کارل هانس. آره دبل دوبله شد. زیادم درباره اون 2 نفر اشتباه نکرده بودم، درست میگم؟ واقعا متحیر شدم، این حالت برای من کم پیش میاد. این شباهت ظاهری واقعا غیر قابل باوره. چرا اینجوری حرف میزنه؟ فقط از نظر شخصیتی بسیار ابتدایی به نظر میرسم. فکر کنم اصطلاح درستی باشه. ابتدایی یا متوسطه عالم نیست. پولا چی میشه؟ آیون اجازه بدید معرفی کنم.
با اجازه شما آقایون، آقای ریک وندر و اینم آقای الیوت ونس. خسته نباشی. آقای وندر، اجازه بدید معرفی کنم. دون آنتونیو کامبرا دلا کورونیا یا فودو. آنتونیو یعنی تونی. چه سطحی؟ آقای ونس، دون باستیانو خوا کامبرا دلا کورونیا یا فودو. باستیانو، فکر کنم باستی بگم بهتره و اینه زبونم گیر میکنه. از اونجایی که هنوز صحبت‌های زیادی داریم و این ماجرا باید محرمانه باشه، به خودم اجازه دادم در یکی از دفاترم شما رو به صرف غذا دعوت کنم. غذا باقالی پلو یا با برنج داری. پسرمو عزیز، اونا سطحی نیستن بلکه حیوانن. کاملا درسته پسرمو. بفرمایید. ای تونی نمیخواه خود پذیرایی کنی؟ من این روزا زیاده روی نمی کنم. من که باورم نمیشه. ببینم نوشیدنی نمیخواه. بدم نمیاد. پس برو سهمتو بردار. چی میخواه؟ خیلی خوب بیا. یکی بزن ببدم. داستان راست و پوست کنده واسمون بگید. این داستان ظاهر شدن در یه زمان در دو محل کمی بو داره. شما که فکر نمی کنید ما 2 میلیون دلار میدیم؟ دشمن دارید می نه؟ در دنیای تجارت چنین چیزی غیر ممکن نیست. من این چیزا رو نمیفهم چون تاجر نیستم. راستشو بخواین ما دشمنانی هم داریم. کاملا درسته. با توجه به وسعت معاملات ما گاهی اوقات پیش میاد که حتی بهترین دوستان هم به بدترین دشمنان. وقتی این همه پول دارین جای تعجب نیست. مالا درسته. مثلا خود من تو روز روشن وسط خیابون مورد دستبرد قرار گرفتم توسط یه دوست. اما پلیس اون نزدیکیا بود و مانع شد. چرا نظر چونه طرفو داغون کنی؟ شما دوتا چه توقعاتی دارید؟ ما دوتا؟ خب که چی؟ حرفا میزنید. حالا فهمیدم. ما باز چند نفر که دنبال شما هستن به اشتباه بندازید. فقط برای 6 روز. در روز هفتم بر یا برمیگردیم تا یه کاغذی رو امضا کنیم. و اون کاغذ یه قرارداده که احتمالاً باعث دردسر یه نفر میشه. و اون میخواد جلوشه بگی. زدید به هدف. انگاری ماجرا یه کمی بو داره. پس برو آچارتو فردا. من که درباره سهم خودم مشکلی نه. خودم بلدم حرف بزنم. نباید منو تنها بذاری. قصد ندارم از اون 1 میلیون صرف نظر کنم. اینقدر مایجاد نرید تو بدنت. غذا بزن به بدن. میتونید لطف کنید و دلیل امتناعتون رو بیان کنید آقای وانس؟ جواب. باشه دردم و واسط میگم. من مخالف اینم که یه نفر سر تو کلم خالی کنه، نه اینکه فکر کنی چون از ریخ میندازد تمام. خب البته کمی خطرم داره، اما خب 1 میلیون دلار 1 میلیون دلاره و هیچ کدومتون نمیتونید بگید براتون مهمه. آره درسته، اون واقعا حق داره. ما دوتا میتونیم. بابا حرف بزن، یه کمی صبر کن. چقدر تو خنگی. بذارید پیشنهادمو مطرح کنم. 1 میلیون دلار برای هر کدومتون، برای 6 روز که به جای ما نقش بازی کنید و 500,000 دلار دیگه اگه بفهمید چه کسی پشت این ماجرا. جدی؟ من برای 500,000 دلار حساب بود اسپنسرم میرسم، چه برسه به این؟ تحت این شرایط منم قبول میکنم. البته با اجازه شما پسرمو. خواستم با آقایون محترم برای رفتارشون در آینده نصیحتی بکنم. نظر حرف سر دلت بمونه. همونطوری که هستید بمونید. به زبان ساده تر به هیچ وجه سعی نکنید از ما تقلید کنید. شما دوتا چشمه جوشانی از نشاط هستید که محدود کردن آن کمال بی‌انصافیه. واقعا که این شباهت میماننده. و میدونم که هیچ کس متوجه اصل ماجرا نخواهد شد. همینطور انتظار دارم که این دوتایی بودن، چطور بگم، رازی سر به مهر فقط بین ما 4 نفر باشه. موافقید آقایون؟ یک پدیده استثنایی. دیدی به من بود گفت. آره منم با چنین پدیده‌ای سر کار داشتم، اما رو ورقه بیرون هرچی رو که نمیتونید. میدونی یه جورایی ازتون خوشم. خجالت زدن میکنید. راستی کاغذها رو برای آقایون آماده کردید؟ معلومه البته. میتونه ازتون تقاضا کنم مدل موهاتون رو عوض کنید به صورت موهای ما درشون بیاد. فرق مامانی حرفش هم نزنی، شما فرقتون رو عوض کنید. فرق مامانی ای ناقل خنده فرمودن. خنده باید بگی خنده رو.
ببینم تو خبر نداری چرا ما فقط تو این هواپیماییم؟ چرا هیچکی غیر ما تو این هواپیما نیست؟ شما همیشه با هواپیماتون تنها پرواز میکنید سینیور. این هواپیما متعلق به اون حواسش یکم پرت کنه. یس دیشب میتونم یه نوشیدنی براتون بیارم؟ چی داری؟ پیشنهاد خوب. ممنونم. با اجازه. ببین تو اون کتاب چی نوشته؟ جالبه. آنخه دوارته این منشی شخصی مونه، اون با وجدان و پرکاره، فقط زیادی مقرراتیه. چی کارش کنم؟ من خودم درستش میکنم. اون دماغ کوفته یکی خدمتکاره. لاوینیو و وینچینیو شوفرامونن. شوفرامونن؟ رانندمون. پس بیشتر از یکی دارن. زافا آشپز باشی. زافا به نظر چاق و چله میاد. بعدش یک کمک آشپز، خدمتکارای درجه 1 و 2، پادو، پزشکای شخصی، مسئول استاد، پهن پاک کن، تن چسبون و خلاصه خونه شلوغی باز باشه. سر این دوتا چه پولی دارن؟ ببینم این دختره کیه؟ دونا اولمپیا خاوس دی التا میرانو گراف فلانو دوشس و فلان. آها راستی اون نامزد باسیانو خواست. البته مدت هاست که نامزدن، ولی حالا تصمیم دارن با هم ازدواج کنن در یک جشن بسیار بزرگ. خب چطور میخوای باش روبرو بشی؟ فکرشو کردی؟ تو خیالت راحت باشه، مشکلی پیش نمیاد. این دونا اولمپیا علاقه زیادی به کارهای پروست، بودلر و ویتمن داره. جالبه. و همینطور به توماس من، بکت و جویس. بس به موسیقی علاقه منده. داره کردی بابا، اینا که گفتم همشون شاعر و نویسندن. اینجا نوشته که به نوشته های ادبی و شعر خیلی علاقه داره. معلومه یه آدم ثروتمنده دیگه، چنین چیزی کار خب بگذاریم. بگو بینم تو زن داری؟ با تو چه ارتباطی داره؟ تازه نام خودت چه؟ منظورم به عنوان آنتونیو. من چه میدونم که ازدواج کردی یا نه؟ اون تو رو نگاه کن شده باشه. ببینم این جواده دیگه کیه؟ پروفسور دکتر آلبرت فون آیزنبورگ. چی میگن؟ یک کله گنده در رشته روانشناسی، روانپزشک آنتونیو. چی؟ روانپزشک دیگه. پزشک. اینجا نوشته کامبراس ازدواج نکرده و تنها دوست و معتمدش همون پروفسور فون آیزنبورگه. اونا در هفته 2 تا جلسه دارن که به خاطرش $15,000 در ماه میگیره. چه زندگی عجیبی. ثروتمندان بعضی وقتا بدبخت‌ترین آدمای دنیا هستن. ثروت باز یه نقطه منفی داشته باشه. اگه ما شبیه اون دوتا نبودیم، من امروز فاضلابو تمیز میکردم، تو هم سطل آشغالا رو خالی میکردم. بله چشا. تو یه چند کیلویی چاق شدی، درست نمیگم؟ میدونم به زودی میشم یه بوسته. آره بهتره کمی بدوی، به هر حال برات خوبه. با این پاهای صاف مهاده. دارم میان. یعنی اون 2 نفرن؟ اونا خدای من اینا چرا یه این شکلی شدن؟ اینا که اینه چیشو فرانکو میمونن. هی فنونا بودیم بیان. با ماست؟ آره بریم. دنبال چی میگردین؟ چیزی افتاده رو زمین؟ نه سینیور. زود باشین اینه بگیرین بذارین تو اون ماشین استفیده خوشگل. اطاعت سینیور. بسر میبینی ما یه ماشین روزپیف داریم. بابا بهش میگن رولز رویس، هر کسی اینا نداره. هرچی تو من میرونم، میخوام ببینم این قراضه چند مرده علاجه. ببخشید سینیور، اما شما که رانندگی بلد نیستین. تازگی یه دوره آموزشی فشرده رفت. بارو تو حیفنو وگرنم میفرستم تو صندوق عقب. ببخشید منم برم عقب بشینم سینیور. نه میخوای پیاده بیا؟ نه البته که نه. بس برو آقا. تو امبره ها که معمولا مثل حلزون میرفتن. آره میترسن مواد باد کلاهشونو ببره.
روز بخیر. نگاه کن، این یه دسته پنگوئن وایسادن اونجا. اینطور نی؟ آره. انتظار یه چیزایی داشتم ولی فکرشم نمی‌کردم که اینطوری باشه. آره. فقط یه کمی از سلولم بزرگ. به خونه خوش آمدید آقایان. ممنونم آنخه. منظم مثل همیشه. خب تازه چه خبر برنه؟ خبر تازه نیست نیاز. خیلی خوبه، بی خبری خودش یه خبر خوبه. البته به استثنای خبرهای درباره همه چیز طبق معمول است. از استبلمون چه خبر؟ عالی سینیور، عفونت تندون روژینا معالجه شده. امروز صبح تو فضای آزاد میدوید. خوبه. بله و هواپیمای هاویه گنجم از ایلدند امشب میرسه. البته کالای درجه یه وقت ناخونک نزنید. واقعا چه خبر خوبی. ببینم پس زافار کجاست؟ اون باشه. سلام سینیور. امروز برامون چی تهیه دیدی زافار؟ خب برای امروز البته هیچی سینیور. هیچی؟ البته چیز زیادی نیست. پس چی بخوریم؟ نکنه فراموش کردید سینیور که امروز اولین پنجشنبه ماهه. این که داریم نمیشه. پس دندونامونو بفرستیم مرخصی چون پنجشنبه است. امشب خانم بارون سوفونیا مهادو کالکوزه دعوتتون کرده. خودتون قبل سفر گفتید دعوتشون رو قبول کنید. فراموش کردم. چه افتضاحی. با توجه به تعداد سلولای خاکستری جای تعجب نداره. این باران چی همونی که گفتی چه ساعتی منتظرم؟ ساعت 8. As usual, sir. Well, for starters, I want to get rid of some of this crud. Crud, sir? Yeah. Sure. He's got to wash up sometime. The bathroom staff is waiting for you. پس وقت داریم لباسمون رو عوض کنیم. ببخشید اجازه میدید اینم برنامه امروز سینیور. چه دردم میخوره؟ برای اینکه بدونید برنامه به چه نحوی اجرا میشه. بارون شخصا تنظیمش کرده طبق معمول. باشه. خوش بگذره سینیور. خوش بگذره؟ البته که میگذره. خواهید دید که چقدر خوش میگذره. لاوینیو. بله سینیور. ابو طیارت رو گفتین ابو طیاره؟ راش بنداز. راش بنداز بابا. ما کلی کار داریم. من نمیفهمم اون دوتا پسرمو چطوری با این کلاه این تو میشستن. شاید هم ورش میداشتن. شاید. البته با زور. حالا بهتر شد. نظرت راجع به انگشتر خوشتراش من چیه؟ محشره. محاله که اسب باشه. ازم بپرس ساعت چنده. نمیخوام بدونم ساعت. تو فقط بپرس ساعت چنده. خیلی خوب. ساعت چنده؟
ای پسر بهم یه چیز درست و حسابی. در ازای این تیکه ناب میتونی یه مرسدس بخری. امکان داره. فقط کی مرسدس میخواد؟ تو برنامه چی نوشته؟ خدای من یه کنسرت چنگ بعدش خود بارون سخنرانی میکنه. خدا میدونه چه مزخرفاتی میخواد به خوردمون بده. یه کنسرت لنگ؟ لنگ نه، کنسرت چنگ. واسه این بچه آدم بشینی و بعدش هم واسه یه سخنرانی میکنه. به نظر خسته کننده نیست. درباره چی حرف میزنه؟ اثرات اشعه خورشید به روی زندگی انسان ها، بعدش هم بخوره. من میمیرم واسه بخار. یه نونه نازک ارزنی میخوری. ارزن میخوریم؟ چطوری میخوان تعارفون کنن؟ تو قفس یا لب پنجره؟ در هر حال باز کاری بکنیم که اونا میکردن. اگه میتونستن ارزن نشخوار کنن خب ما هم میتونیم دیگه. خالم داره بد میشه. تو زندگی فقیریم حد اکثر میتونستم یه شیکم سیر غذا بخورم. بهتریز از فردا شروع کنیم. میخواد کمی امشب خوش بگذرونم. چه ایده خوبی. یه نظر دارم. رستوران بندر، تو باش موافقی؟ آره بیشتر از این که فکر سوا کنی. لاونیا سی سینیور. به طرف بندر خیلی سنگی. This is more like it. Hey, wake up, you lazy slouch. Let's have a little movement, a little life. Come on. Welcome, sirs. I have an excellent table for you right this way. Here we are. This is the best table. It will be ready any moment. What would you like, sir? What do you got special today? Rice and beans. That's fine with me. Very good, very good. باور کنید اون بهترین غذا رو سرد. خب چی داریم؟ همه چی قربان، همه چی. God, 10 rice and beans. Hi there, handsome. Hi there to you, too, beautiful. Will you buy a sodomesa? You know who I am? I'm Bastiano de la Coronilla. He has a Vado. We don't have champagne. There's champagne for everyone in the house. Honor. Real heart attack material. Come on. Oh, you deserve a special treat tonight. اگه با چشمای خودم ندیده بودم که اربابای ما تو همچین رستورانی میرن، محال بود باور کنم به هیچ وجه. من یه جایی در مورد دو شخصیتی ها خوندم، دکتر تریچی و نمیدونم میستر هایت، یه همچین اسمایی تو رو بودن کاملا در یک شخص. همش به خاطر آلودگی محیط زیسته. به نظر نمیرسه بارون در چنین محلی برنامه اجرا کنه. اصلا به ما چه ارتباطی داره کجا برنامه اجرا میکنه؟ در حال میکنه؟ اینجا راحت‌تر میتونیم بریم تو تا خونه بارون. Start first. Come back there. Yeah, see. اون وقت ثروتمندا قید این غذاها رو اصلا میزنن. سلیقه ندارن. Good evening, Tango. The place is full, but I'll find a table for you. I want your best table. But that table is taken. I want that table. Yes, right away. What's going on? Well, don't look now, but those guys want our table. پسرم عزیز، من عقیده دارم سرآشپز راضی کنیم تا ادویه خوشمزه‌شو رو کنیم. This gentleman here is the meanest one of them all. He likes to scare people. He'll make mincemeat out of us unless we give him our table. You're kidding.
تازه اون گاسون مهربون گفت این گاو و چاق و چله که به غذا احتیاج نداره، فقط بس مجبورش کنیم تعظیم کنیم تا حالش جا بیاد. اگه آزادانه این کارو نکنه مجبوریم یکی بزنیم تو شکم. In the land of the Samba tells us we are dealing with a total idiot. Right now, please. Okay, boys? You okay, boys? Into the آقا بیا. ببخشید چیزی میخواستید بدوزید؟ آها چطوره خوب بود؟ بزن حالا بیکی هی اینم تو نوشه جان کن. آها خوبه؟ خیلی خوب بیا برو بیم باید تو پیدا شد برو دیگه برو اینم یه تانگو. این چه با خودت آوردی؟ راست میگی باز این با خمیز زمین برم کن ببینم سر بپا آخ برم جانمی اونا دیگه اینجا نیستن. ما اینجا میتونیم هم باشیم چون الان ما اینجا هستیم. کتککاری تازه شروع میشه. با صندلی خوبه حسابشون هم میرسید. پلیس اومد فرار کنید. و با استفاده از غفلت اونا آژیر رو به صدا در میارن. با وجود دخالت سریع پلیس اونا با استفاده از آشفتگی اوضاع و تاریکی شب دست به فرار میزنن. Escaped into the night with their tails between their legs. When asked to identify his attackers from the police files, Antonio Coimbra surprised everybody by saying he was not a stool pigeon, and furthermore, that he had no intention of ratting on anybody. You stupid dumb turkey. Boss, sorry, You're a bunch of amateurs. I've been in business a long time, and not once has anyone landed me with the balls up like this. It took us by surprise. All 80. Hey, boss, it was you who told us they were a couple of pansies. I'm not interested in excuses, dummy. My client wants results.
Don't worry, it won't happen again. Next time, believe me, I'll take them both out personally. پسرعموی آنتونیو که از قرار معلوم در اثر آن حوادث کمرویی ذاتیش را فراموش کرده بود با همان لحن به سوالات جواب میداد. او تمامی جریان درگیری را برای خبرنگاران بازگویی کرده و تمام صحنه‌ها را برای عکاسان بار دیگر به نمایش در می‌آورد. تکان دهنده است. باورم نمیشه. واقعاً که تکان دهنده است. وقتی بهش فکر می‌کنم حالم بد میشه. نهایتاً آمادگی خود را برای بازسازی دوباره رستوران تخریب شده اعلام کردند. علاوه بر این پرداخت مخارج کامل بیمارستان را برای مداوای زخمی‌ها به عهده گرفتند. ما دوتا درگیری ماجرای نزا در یه رستوران سطح پایین نزدیک بندر. وای وای وای. رستورانش زیادم بد نیست. پس تو هم اونجا رو میشناسی آره؟ غذای مزخرف اونو باش با اون رحم صحبتشون تو اون هلوفتونی کثیف. مردم درباره ما چی میگن؟ وقتی دوباره به باشگاه برگردم دربارم چی فکر میکنن؟ لورنزوی دربون از همون دم در میندازتم بیرون. درسته، واقعا عصبانی کننده است. البته خیلی عالیه که آدم صاحب یه خلق و خوی ساده باشه، ولی اونا وحشی زنجیری هن. اون دوتا از حیوانای وحشی هم بدترن. نمی‌تونستیم انتظار داشته باشیم کنت ادینبورگ این کارو به عهده بگیره. درسته، ولی فکر میکنم اون دوتا موجود دیگه کم کم دارن زیاده روی میکنن و این برای ما گرون تمام میشه. هر کسی سعی میکنه زندگیشو تا حد ممکن گرون بفروشه و هر کسی این کارو از طریقی که میشناسه انجام میده. بعضی هم یه کمی با خشونت این کارو میکنن. تازه من فکر میکنم ساکت باش. اما نهایتا همه چیز به نفع ما تمام میشه. وقتی که فکرشو میکنم امکان داشت ما جلوی اون بی سرم ها ایستاده باشیم چی میشد؟ در حال فعلا که داریم اسم و رسم خوبمون از دست میدیم. چی شده؟ پیش خدمت هتلم چایی بابونتون آوردم. صبح بخیر. صبحتون بخیر سینیور. صبح بخیر. خوبم سینیور. من از طریق روزنامه از ماجرای باور نکردنی دیروز مطلع شدم. چیزی نبود، یه دستگرمی بود، خودمون گرم قابل بحثی نبود، یه بزن به محض آمادگیتون صبحانه صبحانه چه جمله گوشنوازی. فاصلش کمی زیاد نیست پسرمون. بیار غذا رو. این به خاطر فامیلی دوره. بیار دیگه. صبحانه مخصوص برای سینیور باستیانو و اینم صبحانه برای جناب سینیور آنتونیو. آقا جون حرف کوتاه کن، صابونه رو برده بیار. لفظ و قلم حرف میزنه مسلمان. بالاخره اومد. صبحانه مال من مقوی تره، حالا میبینی. خیلی ممنون، خیلی عالیه. اینجا رو بینا. اینا چیه گذاشتی جلو من؟ صبحونتون سینیور. مشکلی پیش اومده سینیور؟ این آشخانه دیگه چیه؟ صبحانتون سینیور. دقیقاً طبق رژیمی که پزشکتون داده. من خودم دکترم، فهمیدی؟ دستور غذاییم هم خودم میدم. روشنه؟ بله البته. این آشخانه هم بریزین جلوی سگ بهتره. صندلی. وای چه عطری. خوبه؟ خب این سبزی رو بریز تو باغچه. چی؟ دستتو بکش کنم. بخشید. چیه؟ چیزی تو گلوت گیر کرده؟ فقط میخواستم برنامه امروزتون خدمتتون اگه به مزخرفی دیروز بعد از ظهر فراموشش. نه این برنامه روزه. برنامه روز. بخونش. به چشم. خب حوالی ساعت 11 سری به مزرعه موز میزنید سینیور. الان موقع برداشت محصوله. ناراحت نباش، همه موزا رو میخوریم. همه برنامه امروز همینه؟ ساعت 16:30 سینیور آنتونیو جلسه‌ای دارن با آقای پان آیزنبورگ. اون دیگه روان پزشک پسرم. روانش پزشک.
و شما سینیور در ساعت 17 قراری دارید با دون المپیا شاویز. امروز توی ویلای کنار آبگیر رز دریایی قرار دارید. آبگیر رز دریایی؟ من یاد ماجرای نیلوفر زرشکی رارا میندازه. من سلام تو رو به شاهزاده قورباغه میرسونم. اجازه است کالسکه آماده کنم سینیور؟ اسبا رو صفر نبندید وگرنه رم اسبای رم کرده عوضش تندتر میرم. اجازه است مرخص بشم؟ اجازه دارید هر جا که بخواید برید. بهتره در آشپزخونه رو ببندید. باشه اطاعت. بریم بیرون خوشحال میشیم. روز خوبی داشته باشین. خیلی خب بریم دیگه. راستشو بخوای زندگی پولدار همچین زندگی بدی هم دیگران باور نمیکنن. اونا رو اصلا نمیشه شناخت. هر دوشو نمیگم. از وقتی از مسافرت برگشتن کاملا عوض شدن. دون آنتونیو اونجا ساکسیفون زدن یاد گرفته. ساکسیفون چیه؟ یه نوع سازه. برای باستیانو هم قراره یه تخته موج سواری پیدا کنم. این دیگه چیه؟ مثل یه تخته پنه. آدم باش میره توی آب و روی موجا سوار میشه. روش هم یه بادبانه. آدم باید خودشو به اون سباستیانو چنین چیزی خواسته؟ دون باستیانو باور نکردنیه. راستش بگو بینم اون آژانس کزیره از کجا پیدا کرد؟ نکنه توی نوانخونه؟ نه توی گروه موسیقی کنار پیاده. اونجا چیکار میکردی؟ توالت تمیز میکردی؟ نه من تو زندان با اجازه رئیس ساکسیفون میزنم. باشم کمی دول در میورم. تازه از آهنگ زدن با بچه‌ها خوشم میاد. بچه‌های بیچاره دل آدم واسهشون میسوزه. بعد خیلی زحمت بکشن تا به نوایی برسن. ما خیلی شانس آوردیم. میدونی قبلا چیکار میکردم قبل از اینکه بیفتم زندان؟ حتما توی طویله گاوداری کار میکردم. نه اینجا تو برزیل بودم دنبال الماس میگشتم کنار ریو نگرو. تو چی؟ من هر کاری که بگی کردم. راست شغل اصلی من افتادن هنریه. وقتی با مخ میخوری زمین بهش میگن هنری؟ شرن نگو من تو فیلم ها بدلم. وقتی یه فیلم درست میکنن به یکی احتیاج دارن که از تو پنجره بپره بیرون یا توی ماشین بسوزه. اون وقت کیو خبر میکنه؟ معلومه آتش نشانی رو. نه الیوت ونسو بزرگترینو. این کار کله فوکاست. نه اگه بلد باشی حسابی سرگرم کننده است. ببینم تو میتونی این کارو بکنی؟ آره که میتونستم ولی به قیافت نمیاد بتونی. میخوای نشونت بدم؟ باشه نشون. کالسگر رو نگهدار همینجا. کالسگر رو نگهدار همینجا. خوب توجه کن. من 4 نعل میام طرف تو به طرف من تیراندازی میکنی بنگ و بعد میبینی چطور میفتم. باشه میگم بنگ با شپلاق میفتی زمین رو میبینی. آره هی هی خیلی خوب آماده هی کارت به هدف. خب باستیانوی عزیز حالا آروم بخواب. زدمش. نه هیچی نشده. من فقط نقش بازی کردم. من رو این تنم. ممنونم. دیدی با یه چنین افتادنی $500 به جیب میزنم. ببینم مخت که ضربه نخورده. معلومه که نه. من که گفتم بهترینم. راستی درباره مخ بعدم باید حسابی حواسو در مورد روانشناس جمع کنی. اونم میخواد خودش از اسب بندازه پایین. من اینطور آدم‌ها رو خوب میشناسم. کاری میکنن که تمام زندگی تو واسهشون رو کنی. اونا بیل میزنن و تو حرف کجا رو میزنی. میخوام بیل بزنم؟ تو کلت و پسر. توی گذشتت و بهتره بگم تو گذشتمون. به خصوص درباره این داستان بدل بودنمون حواست باید حسابی جمع باشه. بخاطر پولا؟ معلومه. و از اونجا که از نظر ذهنی دچار مشکل هستی میترسم شروع کنی به آواز نه بابا وقتی صحبت 500,000 تا اضافی پیش میاد مغزم کار میکنه. رئیس جون بهتره تموم شد. من کشتمش. هم وقتی شده بود که بکشیمه. با اولین تیر عین یه انجیر رسیده افتاد رو وقتی که میخوای هیچ کس نمیتونه رو دستت بلند شه. چشمای من عین چشم عقاب رئیس. یه نگاه این تو بنداز چانگو. چه خوب و واضح.
اما رئیس جون من بنگ و بعدشون افتاد مثل یه زنجیر رسیده یعنی انجیر رسیده لند بلی Signor Antonio Coimbra della Coroniglia. The Azevedo. Thank you, my dear. My dear Antonio. عرض شد دوکیجی آنتونیو یه عزیز محترم حالتون چطور؟ خوشحالم میبینم. شما چطوری؟ من که خیلی خوبم. با کمال خوشبختی متوجه شدم ماهیچه‌هاتون قوی شده. بله کاملا من رو فرم هستم. مسافرت بهتون خوش گذشت بفرمون بشینید. دلیل نداره که بعد بگذره. خیلی خوش گذشت. انگشتمو بشکنید. خوابتون این اواخر چطور بوده؟ کابوساتون دوباره برگشتن یا نه؟ همه کابوسا خداحافظی کردن رفتن خونه مامانشون ولی چی؟ من یک رویای عجیب دارم دوکی. همیشه خواب میبینم ایستادم دم ساحل ریو نگرو و دارم شنها رو همینجوری الک میکنم که یه تیکه طلای ناب پیدا میکنم. یک مشاجره در ضمیر ناخودآگاهتون اثر سیمپتوماتیک گذشت. بله سیستماتیکه. واضح این رویا نشان دهنده بازگشت به کودکی که دم ساحل بازی میکردین و در اون میشه تلاش برای موفقیت‌های بعدی شغلیتون رو هم با یه آدم شانور که میخوابوندم تو چونم. بفرمایید علائم نبرد. ببینید تمامی زندگی انسان در دوران کودکی منعکسه. آره دو چکش میزدم و جیباش خالی میکردم تمام پولاشو ازش میگیرم. درسته پول همیشه یک عامل تعیین کننده بوده. این رویا منعکس کننده چیزی که از دوران کودکی در شما برنامه‌ریزی شده بوده. بالا رفتن تا جایی که به همه چیز دست پیدا کنید. حتی اگه مجبور باشید چند تایی ضربه بزنید. بایدم همین باشه. یه بارم که عمومو کتک زدم مادرم منو دعوا کرد و بهم گفت احمق. یعنی ممکنه منو بشناسه نکنه یه سوالی بکنه و اشتباهی جواب بدم. باستیانو تو آمدی تا مرا از فراق و دوریت رهایی بخشی. این طرفم که خوره. تو کجایی دختر؟ گاه شما ویژگی ها و علائم خاصی نقش بسته. مثلا این عنصر جدید یعنی ساکسیفونه. ساکسیفونه؟ نه. چرا کاملا دون آنتونی. در وجود شما چیزیه که مایلی تا به بیرون فریاد بزنیدش. چطور میتونم ازش رها بشم؟ فقط با هیپنوتیزم عملیه. خودکار تیزه. من کمکتون میکنم. این قلم منو خوب نگاه کنید. دارم نگاه شما فقط باید روی قلم تمرکز کنید. خیلی راحت تمرکز کنید. حالا ضمیر ناخودآگاهی بهت نشون بدم که خودت کف کنی. ضمیر ناخودآگاهت عین فاضلا بو گم میده. کی پشت این کاره؟ باشه میگم فقط تکونم ندید. پلیس مخفی من در مأموریتم. با این وجود باید با ما بیای. شما کی هستین؟ واسه کی کار میکنی؟ به زودی میفهمید. سوار ماشین بشید. خب باشه. این مسخره بازیه چیه؟ شما که میبینید من چقدر عصبانیم. آها. خیلی خوب. ضربه‌های کوچیک تو علاج به قدرت تفکر کمک میکنن. بیا بالاخره که چی؟ راست یا چپ؟ بابا تصمیم تو بگیر. من وقت زیادی ندارم فکر کردی میتونی در بری؟ نشو. دیدی که میتونم در برم. خوبه که راه میره. کمک! سلام نیکولا. میریم دنبالش. Okay, time for a swim. Everybody in the pool. Hey, cousin, you missed the party. نزدیک بود امروز دخلمو بیارن. خب کار کی بوده؟ باز خیلی مواظب باشی. یه چیزی مسلمه تو این خونه یه جاسوس. Then what happened? I grabbed him, invited him to stretch out on his couch. I squeezed him till the words started running. Then what? Well, they convinced him to do a little digging on me. They were going to do some on his brain with a pneumatic drill. So what'd you say? I told him I used a pneumatic drill to clean my fingers. Subtle, very subtle.
calling in. I found out that he's meeting his contact at 12 o'clock noon tomorrow. Where? And where's the shrink now? He struck away. Hey, look! آرام باش وگرنه کلت لیز میخورم میره تو حلقت. ما اون یادداشت کوچولو رو میخوام. Find the manager in his office. Down that passageway, second door after the shower. Are you sure you read the message right? Absolutely. Just read between the lines. What are you doing? I was trying to learn how to read. You deserve a good book. Come on. باید این تو باشه. ای سلام عرض شد. سرتو بگی بالا بابا رئیست اومده. اینجوری نمیشه. واسه موزیکال بیدارش کرد. اینجا چه خبره با این به اون مردگی هم که به نظر میرسه نیست. Nice job, man. I'll call you later. آقایون لطفاً بفرمایید. ما فقط اومدیم یه سری بزنیم و یادداشتتون رو بهتون برسونیم. پس تا بعد خداحافظ. صبر کن. بیشه. آخر. به نظرم بهتره بشینیم یه خورده با هم. اما شما که حرفی برای گفتن ندارید، فقط هیکل گنده دارید که خودتون بشینید. آره اینطور برای گراندادت رئیس بده لطفاً. چه میخوای؟ پست اومده اون دو نفر خودشون آوردنش. منظور چه تانگو دیوونه شده این مزخرف؟ نه رئیس جون حقیقت داره، واقعا حقیقت داره. هر دوشون نشستن جلوی من. هر وقت آماده شدی بیارشون اینجا. کسی صدای فریادشون رو نمیشنوه. باشه رئیس جون. رئیس دعوتتون کرده برای جان دادن برید پلوش. خوبه. شما وقت داری؟ چه؟ فردا؟ شاید. خوبه. ما قبول میکنیم. فقط به شرطی دست جارو هم میشه یه کارش کرد. نه ناامید نشی سینیور. قسمت بعدش هنوز نرسیده. یه بازی شیطنت آمیز. آره جونتون.
پنجره رو ببند. خیلی ببخشید من آسم دارم هوای آزاد میخوام. آره منم خیلی هوای آزاد دوست دارم بدون آلاینده. بذار هوا بخوره، این آخرین باریه که هوا میخوره. این یه توهین به پلیسه. زود برو دنبالش. ادامه بده. اونا کاری به ما ندارن. یه جایی پارک کن تا رد بشن. اگه دهنتون رو باز کنید خودم خفتون میکنم. من باشون حرف میزنم. آقایون محترم روز بخیر. دهنتو ببند. مزاحمت ما رو ببخشید. شما دربازکنه مثل پلیسای شهر مایی؟ نه فقط تو شهر شما، بلکه اینجا من یه پلیسم. بیاید بیرون. راستی که ماشینش هم گیر کرده. من دون باستانیو کوامبر دلا کورینا است. رفیق منم اینجا هستم. بله اون سینیور پسرمون آنتونیو. تونی یه زیر نور خورشید دلپذیر یه سلامی با آقای پلیس بکن. سلام آقای پلیس، حالتون چطوره؟ نه پاتو بکش کنار. اینطوری بهتر شد. حالا فهمیدن کی هستید. کوئمبراهای معروف. خیلی متاسفم. اینا آقایون کوئمبرا هستن. این یه سوء تفاهم محض بوده. منم واسه شما متاسفم سرکار استوار. از قرار معلوم شما ما رو اشتباه گرفتید. من یه بی‌سواد بی‌مقدارم، ببخشید. چنین چیزایی گاهی پیش میاد. کاملا واضحه، اونم تو چنین دور و زمانی. کاملا درسته. ولی واقعا که عجب تصادفی. ما می‌خواستیم همین الان به طرف مدرسه پلیس بریم. جدی میگی؟ معلومه می‌خواستیم به کارآموزای مدرسه‌تون 5000 تا بلیط واسه بازی بزرگ فوتبال هدیه کنیم. تقریبا 5000 تا، شاید هم 496 تا. وقتی که آدم فقط کار میکنه و تفریح نمیکنه بالاخره یه روزی خسته میشه. درسته سینیور، وقتی آدم زیاد کار میکنه حتما یه جایی هم برای تفریحات خالی بذاره. تا مدرسه‌تون چقدر راهه؟ باعث خوشبختی اگه شما رو تا اونجا اسکورت کنیم. اینکه به زور ما رو همراهی میکنیم بسیار ممنونیم. امکان داره با ماشین شما برامون دادیم. باید خیلی جالب باشه. خب راستش اجازه که نداریم، ولی البته که میشه. این چه سوالیه؟ من همیشه دلم میخواد یه بارم که شده تو ماشین پلیس بشینم. ای دیگه دوست واقعی. ما آقایون رو تا مدرسه پلیس همراهی میکنیم. تو سوار این ماشین شو. خواهش می‌کنم سوار چی؟ با کمال میل. ما میریم مدرسه پلیس. بله. سعی کنید وقتی چراغ قرمز رد نشید. این کار باعث دردسر دیگه تکرار نمیشه سرکار. بهتون تبریک میگم سرهنگ، چه افراد لایقی. چه هماهنگی کامل. بازم از طرف همه افرادم ازتون تشکر میکنم. ای بابا این فقط یه هدیه کوچیک بود. خواستم ازتون یه خواهش بکنم جناب سرهنگ. در خدمتگزاری حاضرم. اجازه بدین همکارای ما سیستم تعلیم تربیت شما رو از نزدیک ببینن. این به نفع همه ماست. بله درست. خواهش میکنم برای ما باعث دوستان ازتون میخوام که همه چیزو با دقت ضبط کنین و یاد بگیرین. آره به خصوص تو تانگو کوچولو آشغال کله. میدونی چی به سر این بدبخت اومده؟ جلوی چشش ماشینشو دزدیدن و بردن. یه لیموزین دقیقاً یکی مثل این. آقایونو به محل تمرین راهنمایی کنید. جناب سرهنگ. آقایون خواهش میکنم. ممنونم. خیلی ممنونم. خواهش میشه. دیدار به قیامت. طلبت. اون پشت سلولای امنیتی هن. پس اینجا هم سلول دارید؟ اون طرف هم هدفهای تیراندازی هن. پلیسای جوان اونقدر تمرین میکنن تا بتونن از 100 هدف حداقل 95 تا رو بزنن. خب سرهنگ وقت خیلی کمه، عالی بود. ازتون ممنون. کاملا برعکس، ما از شما متشکریم. اصلا و ابدا ما بدون شما چیکار میکردیم؟ خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب بچه‌ها ادامه بدین، راه میافتیم. این دفعه هم به خیر گذشت نه؟ 317293. بلیط خریدی؟ نه بابا این نمره رئیسه. جدی میگی؟ وقتی تانگو داشت به زنگ میزد نمرش عجب نداره. خدا نگهدار. کنید چرا نبودنش
شانس ما طرف باید وسط یه جزیره زندگی کنه. کارش نمیشه کرد. طرف داشت میگفت اونجا هیچ کس صدای فریادمون رو نمیشناسه. آره ولی اینجا تا اونجا خیلی راهه آخه با این تلپلوپا با این که کمکم نمیکنن. مثل اینکه میخوان مدت زمان زیادی توی دریا باشه. یه ساعت دیگه برمیگرده. خیلی خوب باشه. همونجا اینه میخ وایسی. Who are you calling an octopus? Who else? Your hands are so quick, they're like tentacles. Sure. Go fix some drinks, jellyfish. کمک شما کی هستین؟ کمکم کنید. چی از جونم میخواید؟ بگین چی از جونم میخواید؟ خدایا چیکار کنم؟ شما ما اسم اونو که اجیرت کرده میخوایم. اجیرت کرده چیه؟ من کسی رو نمیشناسم. کی منو اجیر کردی؟ از کی داری حرف اونی که به دستور داده دخل کوامبرا رو بیاری. ولم کنی، من نمیدونم کی از کوامبرایی نمیشناسم. باور کنید. خب اسم کوامبرا شنیدم، اما کسی اجیرم نکرده. من یه بار باهاش ملاقات داشتم ولی نیمه‌های شب بود. اون یه پالتو پوشیده بود و یقه‌ش هم زده بود بالا. چرا پیشنهادش قبول کردی؟ اون پول خوبی میداد. منم باید میداد. $20,000. بعد پولی نیست. کجا بهش زنگ میزنی؟ من شماره ازش ندارم. اون همیشه به من زنگ میزنه اکثر شبا. اون با یه صدای خیلی عجیبی صحبت میکنه. انگار زیادم بهت اعتماد نداره. مطمئن باشین همش حقیقت. باور کنید اگه چیزی که میگه حقیقت باشه باید جایزمون رو فراموش کنی. هنوز فیلم تموم نشده. تو باز با ما بیا. با تو بیا. آره باز بیا. شما چه نقشه‌ای برای من داری؟ راستشو بگو. موری صاحبی میدونستم بالاخره یه روزی اونو به دست میارم. به این قطعه گوش میکنی پسرموی عزیز؟ با کمال میل شروع کنید. بادهای شمال بوزید، صبح طلوع کن، شب تاریک پنهان شو. در خانه بر روی کوه کنار دریاچه دور زمان در گذر است تند و سریع و ما هر دو در کنار صخره به تماشا ایستاده ایم. چه اثر زیبایی، چه نبوغی. چه کسی طلب حضور میکنه؟ خوزه هستم. وارد شو پسرم. ممنونم. خب خبر تازه چی داری؟ الان خواهیم فهمید. نه نه خیلی وحشتناکه. آیا برادران کوئمبرا با تبهکاران در ارتباطن؟ برادران کوئمبرا به همراهی 2 نفر از رؤسای باندهای تبهکاری در رستورانی درجه 3 غذا خوردن. نه. 2 میلیاردر معروف حتی سعی نکردن مانع حضور خبرنگاران کنجکاو. نه. رستوران‌های مورد بحث باروس، رستوران بندری و فانوس زیبا بودن. رستورانی که اخیراً توسط آنها تخریب شده دیروز بازگشایی شد. ما رو لجمال کردن، اونا ما رو از اوج به پایین کشیدن. شدیم بحث روزنامه ها. من و پسرموی عزیزم با تبهکاران حرفه‌ای. و این پایان ماست. یعنی پایان آبرومون. ما 2 تا گوسفند میخواستیم که تومه پلنگشون کنیم، ولی به جای اون چی داریم؟ 2 تا پلنگ که گله گوسفندا رو پاره پاره میکنه. وضعیت هیچ موقع به این حساسی نبوده. دیگه هیچ شرکتی با ما معامله نمیکنه. یه فاجعه است. به نظر تو حالا چیکار کنیم؟ باید سریعا به ریو برگردیم. کار ناخوشایندیه که باید انجام بشه. که حالا ما چاره دیگه ای نداریم. به وقت رسیدن به ریو با اون 2 تا وحشی تسویه حساب میکنیم و فوراً یه کنفرانس مطبوعاتی تشکیل میدیم و ماجرا رو توضیح میدیم. تو میخوای همه چی حق مردمه. تهدیدها، سوء قصدهایی که بهمون شد
و اینکه چرا این ایده بدل به فکرمون رسید. تا مدتی هم نقل مجلس ها هستیم پسرموی عزیز، اما بعد با گذشت زمان همه چیز دوباره مثل سابق میشه. و ما کوئنبرا دل کرونی بزرگی. یاد فو عافیت باشه. شما اصلا نگران نباشید. هرچی باشه ما مزدوریم. مهم نیست کی پولمونو میده، بلکه مقدارش مهمه. شما پولتون رو وقتی دریافت میکنید که مأموریت انجام شده باشه. حمله کی صورت میگیره؟ به زودی زود. چیز دیگه هم هست؟ من اونا رو زنده میخوام. باید به حرف بیارمش. مطمئن باشید. راستشو بخوای من که نمیفهمم، اونا ما آدمن، پس که درست حسابی میخوابن. دیشب ساعت 3 رفتن تو رخت خواب، خسته و کوفته، حالا دوباره دارن از یه جای دیگه برمیگردن. به نظر من که خیلی عجیبه. آخه اونام از گوشت و استخونن. آره حق داری. اونا دارن میان. صبح بخیر دوستان. صبح بخیر دوستان. تونستین خوب بخوابی؟ دیشب خیلی دیر خوابیدیم. یکیتونم دوباره پا شده بود تو خواب راه میرفت. این دیگه چیه؟ ماشینتون رو قربان، ما ماشین رو همونطوری درست کردیم که دستور داده بودیم، بردیم پایین تر با گیربکس های قوی تر و تایرهای پهن‌تر. موتورش هم چنان تقویت کردیم که سرعت 200 عین تیر بره. کمتر از 7 ثانیه میتونین سرعت از 0 به 200 برسونین. الان دیگه این یه راکته. اون رنگ ماشین رو عوض کنید. البته سفید بشه. سفید؟ چی شده؟ تصدیق نداریم؟ شما ترجیح میدادین خودتون برونیم، مگه یارتون رفته با اجازه؟ دارو باز چشم بفهمی تو دمیدن بجا بریم طرف ویلا سینیور. یه تا سنخوزه برو، اونجا ما پیاده میشیم، شما هم برگردید ببین. هر جور میل شما. یه قهوه سیاه دیگه واسه من، سیاه و پررنگ و قوی. آره یکم واسه من بریز، چند تا سوسیس هم بذار بغلش، زود. هر طور میلشون هست. صبحتون بخیر آقایان. صبح بخیر. خبر تازه اینی؟ نه، فقط یه تلفن از راه دور برای سینیور باستیانو. دون اولمپیا شابز پیغام دادن که موضوع جلسه باز شروع شد. شعر ادبی درباره زندگی و مرگ خواهد بود. دردسر همیشگی. درسته، چیزایی که به فکر نویسنده ها میفته واقعا. مزاحمتمو ببخشید قربان. چی شده؟ یکی پشت تلفنه که میگه اون شماست. حرفتو بگو به گوشم. سلام پسر، چطوری؟ مدت زیاده ازتون بیخبریم. شما حسابی جسور شدین. آره معلومه. اون دقیقا نشسته رو برون. سلام دوستانه الیوت وند. چه آدم با معرفتیه. ببینم حتما اونجا خوش میگذره. نمیخواد اینقدر توام بره رفیق. اگه چنین کاری کردم حتما دلیلی داشته. این یکی رو باید بذاری به عهده ما بیشتر از شما حالیمونه. به کسی مربوط نیست، این دیگه مشکل ما. معلومه که فهمیدم، احمق که نیستم، با وجودی که گاهی اینطور به نظر میرسه. چی شده؟ قراره بریم گرده. کجا بریم؟ اسیندا سنخوزه. ولی اونجا که تقریبا متروک است، اونجا هیچ خدمتکاری نیست. خدا میدونه که چقدر در هم و بر همه. خودم میدونم، شما برو دنبال من. ببخشید سینیور. کتونو بگیرید سینیور.
چه برای سر ماشین آوردی؟ انگار دارم خواب میبینم سینیور. کی به شما اجازه داد که ماشین به این صورت در بیارید؟ شما سینیور تو فرودگاه زده به سرت. الان ما خواب بیدار شدیم. آخه ما چطوری بریم فرودگاه؟ حالا کجا میخوای بریم؟ سن خوزه. من منظورم اینه که ما همین الان شما رو بردیم به آسینیا. دوباره زمین خوردی کوتوله؟ نه موقع خدمت تقریبا هیچ وقت چیزی نمیخورم حداقل. برو صندلی عقب اون میرونه. اطاعت. بیلا کامرا متاسفم همین الان اینجا رو ترک کردم. بله به آسینیه دای سان خوزه چشمتفن قابلی نداره. در نظر شما باعث میذاشتیم بکشنمون تا شما تو اون باشگاه گلف خود نمایی کنین نه؟ چنین منظوری نداشتیم ولی احتیاج بود که دست در دست تبهکاران حرفه‌ای جلوی خبرنگارا جست بگیرید، اونم با اون قیافه‌های مسخره. خسار مثل این که اینا به کل از همه چی بیخبرن. مشکل اصلا جای دیگه است. اون با من حقیر تمام کارهای اضافه رو انجام داده. میدونی چرا؟ اولا رهبر گروه افتاده تو لجن، دوما نوچش هم خلیت کردیم. اسمش هم هست. اسمش چی بود؟ تانگو. اونم تو لجن گیر انداختیم. مهمتر از همه طرفی که پشت ماجرا قرار داره باید تو ظرف پن سقوط کنه. این طرز بیان پیانی شما چون حال منو با هم میزنه که ترجیح میدم سکوت کنم. باشه دانمو میبندم. به نظر منم ادامه این بحث بی مورد ما ماجرا رو از پرسپکتیو دیگه ای مهم نیست شما کدوم طرف میبینیم. مهم اینه که کار ما که تموم شد پول رو رد کنیم بیاد. همین. حرفتو بگو بگوشم. این گمراهای لعنتی. میشه یکم بلندتر حرف بزنی؟ من گمراه رو نفرین میکنم. صداش رو اف امه. انگار با تو کار داره. با من؟ با تو کار داره دیگه. ماهی باشگاه ماهیای بیرگ و دیوونه است. میکروب خوشش کرد. دون باستیان اکو امرو حرف میزنه. زمان مرگت فرا رسیده باستیان و گمراه کسی. نفهمیدم. شما کی هستید؟ من خاندان شما رو نابود میکنم. ولی من متوجه حرفاتون نمیشم. من نقل شما دوتا رو میارم و همینطور شرکتتونو. الو آچمز شد. قطع کرد. خب کی بود؟ یه دیوونه که تهدید کرد خاندانمون رو نابود میکنه. اون میخواد که هر دومون رو بکشه. فکرشو بکن پسرموی عزیز. اون میخواد خاندانمون رو از بین ببره. آره بیا. کی خبر داشت که ما اینجاییم؟ در درجه اول راننده ها میدونستم. نه اونا مهربونتر از اونن که کاری بکنن. آره منشیتون بارا سعی کرد که من از گرسنگی بکشه. به نظر من عین سیب زمینیه. جوون خوبیه فقط یه کمی کم. شاید باغونه است. باغونه همیشه قاتلن. خب شاید حرفایی میزنی. برناردو ما رو از بچگی میشناسه از بعد به تولد. شاید بعدش نه شما رو تو جعبه سیاه ببینه. راستشو بخواین زیاد پیچیده هم نیست. کارش فقط یه تلفنه. الو آنخه باستیان کوامبر هستم. آیا کسی از زمان غیبتمون توسط دورگو تقاضای صحبت با ما رو داشته؟ ممنونم. با عرض ارادت خدمت سگتون. عملی بود؟ نه دیگه وقتشه امضا بندازین پای چک ها. ببخشید متوجه نشدم. ما چکمونو میخوایم. با کمال میل، اما نمیشه به کارتون ادامه بدی. اول امضا کنید بعد دربارش اختلاط میکنید. صدایی از دوردست به گوشم میرسه. شاید یه ماشین چمنزنیه یا نکنه باتری قلبته. نه بابا صدا شبیه پروانه یه هلیکوپتر. عجب گوشی داری پسر. بله خودشه. جدی؟ یه هلیکوپتره. خب یکی از اون گنده هاشم هست.
به نظر میاد مال ارتشه. انگار بابا نوئل آخه عید شکرگزاریه. اینا کیان؟ مزدورای خریدنی مثل لژیونرهای بیگانه. چه خوب که شما این آقایونو میشناسید. شاید بتونید از اون سربازای محترم بخواید که ما هیچی نمیتونیم بخوایم. اونان که میخوام حالا ما چیکار بکنیم؟ یه جلیقه ضد گلوله بپوشین. آره. انگار داره شروع میشه. هی کومبراها، نمیدونیم شما اون توی. شما کی هستین؟ من فرمانده پنده بوشم. این هم سگای گله من. ما براشون تومه‌ای نداریم. بهتره شما هرچی زودتر بیایید بیرون. با دستای بالا شما الان ساختمون رو ترک میکنید وگرنه کبابتون میکنید. 2 تا 7 دقیقه به همون وقت بدید تا تصمیم بگیرید. ما دقیقاً 2 دقیقه وقت دارید، نه 1 ثانیه بیشتر. اونم از همین الان. چه آدم دقیقی. گوش کنین، اگه 4 تایی بیرون بریم هر 4 تامونو میکشن. اما اگه ما 2 تا تنهایی بیرون بریم فقط ما 2 تا رو میکشن و شما 3 میلیون دلار جلو میافتین. ولی ما هنوز پیچمون یعنی پول نشده. اگه شما 2 تایی تنهایی بیرون برین شما 2 تا رو سوراخ میکنن که اینم برای ما خیلی بده. و اگه تو بیرون بری با اون چاقالوی پولدار یعنی پسرمو دخل هر دوتون رو میارن و کلی هم غمگین میشین. برای همین پیشنهاد میکنم شما اون چکا رو امضا میکنین بعد چکو باید بعد از مردنشون امضا کنن. اینگی گفتم اول امضا کنه بعد بره بیرون. اونا فکر میکنن اون توی و بنک. من از بنک نه اینطوری هم احمقانه است. صبر کنین. فکر کنم راشو پیدا کردم. اون عروسک لاغر مردنی با تونی خیکی با هم چک و امضا میکنن و ما هم با هم میریم بیرون. پسر عالیه، چه هوشی داری تو خود. به این ترتیب هم زندگیمون رو از دست میدیم هم پولمونو. خب بالاخره بدون هیجان که نمیشه که. صدا تیره. در هر حال صدای عطسه نیست. بچه‌های پنجره بدین کنار وگرنه میکشن تو. تا دنبال سوراخ موش بگرد. بزن فرمانده دباش. بکش یکی از کامبرای دولا کارینا رو. ای یا فورو حرت فرا. آره همین که این گفت. پس بزن دیگه بوغلمون بی مصرف. من از تو اون دست جاروها ترسی ندارم. چقدر تو مصنوعی بازی میکنی؟ با این استعدادت میخواستی فیلم بازی کنی؟ خب شما فکر میکنید ما باید چی کار بکنیم؟ شلوارای رنگ روشن داریم مثل مال ما. منظورتون شلوارای نخی روشنه تابستونی روشن؟ اگه داریم پس زود بود این بپوشی. اونی که شکلمانه باید انگشتر و کراوات و کتشو بندازه. فهمیدم شما میخواید با نشون دادن بدلا دشمن رو گیج کنید. بالاخره گره. حرف زدن این منو کش. زود باش پسرمو بریم. من همیشه گفتم بدل من خیلی عاقل‌تر از بدل توه. برای آخرین بار کوهندرا بیایید بیرون یا اینکه با افرادم میرسیم تو ساختمون. نمیدونم اصلا چنین چیزی به میاد یا نه. که این شکمش از ما خیلی گنده تره. چتری تو بده دست چپ. ببخشید چیکار کنم؟ فهمیدم موهامو میگیرم. اصلا شما تو زندگیتون دعوا نکردین؟ آی واندر من تو سوئیس تحصیل کردم. تو سوئیس دعوا نمی‌کنم. منم تحصیلاتمو در ایتون گذروندم. فقط یه بار صدامو روی یه پسر کوچیک بلند کردم چون می‌خواست تمشک جنگلی منو بدزده. آپوکالیپسه؟ اتریوم؟ یه چیزی مسلمه اونا توی اون خونه تنها نیستن. دوباره بهمون اطلاعات اشتباه دادن. باشه پس دستگیرشون میکنید اما زنده. کابرا، پلاتون، آناکوندا، شما قسمت جنوبی رو بکردید. شما دو تا بالا رو. بقیه برید تو قسمت غرب و زیر رو کنید. منم میرم یه کار کنم. مواظب باشید من بده یه چیزی پشت داره.
من دست بزنی. من آنتونیو کوئمبرا دلا کاستیاگی. ببخشید خیلی باز یه قدم دیگه. چیه خودمون درچی ببخشید اینم بگیر. یکی خودتو تقویت کن پسر. توالت کجا؟ برو خودتو تقویت کن. بیا اون هاش بگیریدش. کی رو بگیریم ببینم. اینم برو بینم. برو بیرون. خوشم اومد. ببین. بله بودو قایم شد. Looking for someone? یکی بخواه. برو بینم. اگرش میگی بیری ول کن. این که مال ما نیست که. اما خیلی خوب بیاد میخوای برش. بهتون تبریک میگم. قابلی نداشت حالا دیگه بزن بریم. بیا چی شده؟ تو چی میگی؟ نه برو چیه؟ حالت خوب نیست؟ چی؟ تو چی؟ به حرفت بگو. این حیوان بشین رو زمین زود باش. یه قدم بیا عقب‌تر به طرف من. الان میام. اون قایم شده برین دنبالش. اناب کجاست؟ آها اینو باشه. چه خبره تو؟ بزن قدش. چیه؟ بی جلو یه ذر از اون اسپری بپاش تو صورتش. یه سینی هم محکم بزن بهش که همین دور خودش بچرخه. نازش نکن بزن بچرخه یه جوری. بزنش تمرین کن بزنش برم بلدی بزنش دیگه. نازش میکنی اینجوری باز بزنه ببین. تو برو بیرون. تو بیا ببین بگو یارو مرض بخور زمین گرفت. ببخشید در نظر. نه کارت عالی بود. بیا تو بابا بیا تو در ببر. برو جلو. شما یه خور بخندید.
بریم اینم بابا. شما چی میگی؟ شما من تو را یه جایی نمیدارم. یه بار تو یه جمجمه‌ای داره. بگو اینم پاشته ماجرا کیه؟ الو سینیور صدا میشنوید؟ الو تلتونو میشنوم فرمانده. ما اونا رو گرفتیم هر دوشون الان اینجان. امیدوارم زنده باشن. بله متاسفانه زیادی هم زندن. اونا هر دوشون توی خونن عین سوسیس پیچیده شدن. آفرین بقیه‌شو بسپارید به من. شما میتونید افرادتون رو ببرید. خدا رو شکر ممنون. پسندیدی؟ Hello, Angel? ماشین بفرست به سنگ‌گذاره. Yeah. ما سر موقع میای. اونهاش داره میاد. حالا به سر ما چی میاد؟ برین تو توالت قایم شید. رینگو وارد می شود. کس خونه نی؟ سلام. That's me. Awful. I like you better without the mustache. همینو کم داشتیم. من از تو دلخوری نداشتم باور کن باستیانو. اما اون چاقالو هیولا صفتی بی ارزه باعث درد سره. ازش متنفرم. تو یه پیرانای گرسنه ای ازت منزجرم. تو پدرم رو به نابودی کشوندی. تو کمرش رو شکستی. تو مجبور به فرارش کردی. ازت متنفرم چاقالوی بی ارزه. آروم باش. فکر کن اسمش چی بود؟ امانوئل شیرمرد. آره شیرمرد بیمانند. اما نه حالا وقتی که این هیولا در این نزدیکی یه نفس کشیدن برای مشکل میشه. تو وحشتناکترین خونخواری هستی که چیزو شنیدم و فکر میکنم دیگه کافیه. شیرمرد منم کله پوک اونه. فکر کنم هوا اینجا بشناس. یعنی دلیلش این بوده؟ فکر کنم تقصیر شماست که اون زده به سرش. دیوونه هم کردیم بابا. You know what? She's right. You're rotten. Oh, sorry. You know what? She's right. You're rotten, cousin. نه حقیقت نداره. من کسی هستم که بهش دستبر زده شده. چند سال پیش با چند تا شرکت بزرگ دیگه وارد یه طرح بزرگ اقتصادی شدم. یه اقدام متحورانه که پدر این خانوم برنامه ریزش بود. ولی یه روز پدرش پولای گاف صندوق زد به جیبونه. میگن به پاریس رفته و توی پانسیون درجه 3 به زندگی مشغوله. پس داره پولاش بین مردم تقسیم میکنه. و این خانم محترم تعریف کرده من مقصر اصلی بودم. خب چرا مسئله رو براش All you have to do is tell her. Bastiano can take care of it. I'm sure she'll listen to him. Just try to be a little warmer with her. You think he has a point? Well. از پسش برمیاد. حالا دیگه شروع کن بنوشتم. به کی بنویستم؟ امضای پای چک رو میگم. باله. یه باله. خب نذار حواست پرت بشه. یه رولز رویس اومده دنبال ما. پس زود باش. قرارمون چقدر بود؟ 1 میلیون درسته؟ 1.5 برای هر کدوم. بله. فراموش کرده بودم.
باورم نمیشه. حالا بریم شروع کنیم به خوردن پولا. میشی به زودی عین توپ مرگ تو. هی آقا گازشو بگی بریم بابا. گاز بگی به طرف رستوران دریایی. میخوام یه راستی رو بگم پسرم، میخوام بعد از این بوکس تمرین. خیلی خوبه. منم از همین لحظه رژیممو قطع کنم برای همیشه. بریم به طرف ویلا. نه رژیم پشیم بیخیال. برو در یه رستوران. ما اونجا پیاده میشیم. بعد شما برمیگردین اینجا ما رو برمیدارین و میبریم به ویلا. ویلا هیچی. برو در رستوران. جهت دانلود فیلم های بیشتر به سایت اینترنتی ایران فیلم مراجعه نمایید.